سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز با یک بررسی جدید در خدمت شما هستیم. نقد و بررسی کامل نیسان قشقایی، مشخصات فنی، مزایا و معایب. نیسان قشقایی یکی از کراسورهای کامپکت و پرفروش نیسان است که نخستین بار در سال 2006 معرفی شد و نام آن از ایل قشقایی ایران گرفته شده است. این خودرو با هدف ترکیب راحتی رانندگی شهری، مصرف سوخت مناسب و فضای کافی برای استفاده خانوادگی توسعه یافت و به سرعت به یک خودروی موفق در بازارهای جهانی تبدیل شد. نسخه وارداتی جدید قشقایی در ایران محصول دانگفنگ و نیسان در چین است و توسط شرکت‌های وارد کننده به بازار کشور عرضه می شود. این مدل با طراحی بروز، امکانات رفاهی و ایمنی بیشتر و کیفیت ساخت مناسب نسبت به نسل‌های قبلی پیشرفت قابل توجهی داشته است. در بخش طراحی، قشقایی جدید همچنان از زبان طراحی ویموشن نیسان بهره می‌برد، اما جلو پنجره، چراغ‌های LED باریک و سپرهای باز طراحی شده ظاهری مدرن‌تر و هماهنگ‌تر با محصولات جدید نیسان از جمله آریا به آن بخشیده‌اند. خطوط بدنه نیز ساده، هماهنگ و امروزی طراحی شده‌اند و چهره‌ای شیک و جذاب به خودرو داده‌اند. داخل کابین نیز با نمایشگر بزرگ، متریال با کیفیت، طراحی ارگونومیک و امکانات رفاهی مدرن، فضایی راحت و دلپذیری برای راننده و سرنشینان فراهم شده است. مجموعه این ویژگی‌ها باعث شده نسخه جدید نیسان قشقایی بیش از گذشته به عنوان یک کراس‌اوور شهری و خانوادگی مدرن شناخته شود. گشتاور پلاس، همه چیز درباره دنیای خودرو. بررسی طراحی ظاهری نیسان قشقایی. نمای جلوی نیسان قشقایی جدید با نسخه بازطراحی شده زبان طراحی ویموشن نیسان ظاهری مدرن‌تر و جسورتر پیدا کرده است. جلو پنجره بزرگتر با الگوی سه‌بعدی جدید در کنار تریم هماهنگ با بدن، چهره‌ای بروز و جذاب به خودرو بخشیده است. چراغ‌های باریک LED با گرافیک داخلی جدید ظاهر خودرو را مدرن‌تر و پیشرفته‌تر نشان می‌دهند. سپر جلو نیز با خطوط تیز، ورودی‌های هوای عمودی و طراحی اسپورت‌تر حس پویایی و استحکام بیشتری ایجاد می‌کند. در مجموع، نمای جلوی قشقایی جدید ضمن حفظ هویت طراحی نیسان، هماهنگی بیشتری با محصولات جدید این برند پیدا کرده است. در نمای جانبی، قشقایی همچنان شخصیت یک کراس‌اوور کامپکت شهری را حفظ کرده است. خطوط بدنه ساده، روان و هماهنگ طراحی شده اند و خط شانه کشیده نمایی پویا و متعادل به خودرو می‌بخشد. حجم دهی ملایم گلگیرها در کنار رینگ‌های آلیاژی جدید حس استحکام و پایداری را تقویت می‌کند. سقف با شیب ملایم در قسمت عقب ظاهر اسپورت‌تر ایجاد کرده، بدون آن که فضای مناسب سر سرنشینان کاهش محسوسی داشته باشد. همچنین استفاده هوشمندانه از تریم مشکی در ستون‌ها و بخش پایینی بدنه در کنار جزئیات کرومی ظاهر خودرو را مدرن و شیک نگه داشته و هویت خانوادگی و شهری آن را تکمیل می‌کند. نمای عقب نیسان قشقایی جدید با چراغ‌های LED کشیده و گرافیک داخلی بازطراحی شده ظاهری مدرن و هماهنگ با نمای جلو دارد. سپر عقب با طراحی عضلانی‌تر و استفاده از تریم مشکی در بخش پایینی حس استحکام و اسپورت بودن خودرو را افزایش می‌دهد. طراحی در صندوق و خطوط نرم اطراف آن نیز باعث شده نمای عقب در عین سادگی شیک و متناسب به نظر برسد. در مجموع، طراحی عقب قشقایی جدید ترکیبی از ظرافت، مدرنیته و هماهنگی با سایر بخش‌های بدنه است. بررسی طراحی داخلی نیسان قشقایی. داشبورد نیسان قشقایی جدید با طراحی افقی و ساده، فضای کابین را مدرن و منظم نشان می‌دهد. استفاده از متریال با کیفیت، تریم‌های مشکی براق و جزئیات فلزی حس کیفیت را افزایش می‌دهد. دریچه‌های تهویه در بخش میانی داشبورد قرار گرفته‌اند
و در زیر آنها کلیدهای فیزیکی سیستم تهویه مطبوع برای دسترسی سریع حفظ شده است. این ترکیب باعث شده داشبورد علاوه بر ظاهر مدرن، کاربری آسان و ارگونومیکی نیز داشته باشد. پشت فرمان صفحه آمپر از دو نشانگر آنالوگ برای سرعت و دور موتور در کنار یک نمایشگر دیجیتال رنگی در بخش میانی تشکیل شده است. این نمایشگر اطلاعاتی مانند مصرف سوخت، مسافت، اطلاعات سفر، هشدارها و وضعیت برخی سیستم‌های خودرو را نمایش می‌دهد. طراحی صفحه آمپر خانه و کاربردی است و راننده می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را به راحتی مشاهده کند. در مرکز داشبورد نمایشگر لمسی سیستم اطلاعات و سرگرمی قرار دارد که امکاناتی مانند سیستم صوتی، تنظیمات خودرو، اتصال تلفن همراه و نمایش دوربین عقب را در اختیار راننده قرار می‌دهد. رابط کاربری این سیستم ساده و روان طراحی شده و کیفیت تصویر و سرعت عملکرد آن برای استفاده روزمره رضایت بخش است. فرمان سه شاخه قشقایی با روکش چرمی طراحی ارگونومیک و خوشدستی دارد. کلیدهای روی فرمان امکان کنترل سیستم صوتی، تماس‌های تلفنی، کروز کنترل و منوهای صفحه آمپر را فراهم می‌کند. طراحی مناسب فرمان باعث می‌شود کنترل خودرو در رانندگی شهری و سفرهای طولانی راحت و دقیق باشد. کنسول میانی طراحی ساده اما کاربردی دارد. اهرم تعویض دنده در موقعیت مناسبی قرار گرفته و در کنار آن کلیدهای مربوط به ترمز پارک برقی، اتوهولد و برخی تنظیمات خودرو دیده می شود. همچنین جالیوانی، محفظه نگهداری وسایل، زیرآرنجی و درگاه‌های USB در این بخش قرار دارند تا استفاده روزمره از کابین آسان‌تر باشد. صندلی‌های جلو با طراحی ارگونومیک راحتی مناسبی برای رانندگی‌های طولانی فراهم می‌کنند. روکش صندلی‌ها از جنس چرم مصنوعی با کیفیت است و فرم مناسب آنها باعث کاهش خستگی راننده و سرنشین می‌شود. کیفیت دوخت و متریال به کار رفته نیز حس یک کابین مدرن و با کیفیت را منتقل می‌کند. ردیف دوم فضای مناسبی برای سه سرنشین بزرگسال فراهم می‌کند. فاصله محوری مناسب خودرو باعث شده فضای پا و سر برای استفاده روزمره و سفرهای خانوادگی رضایت بخش باشد. دریچه‌های تهویه برای سرنشینان عقب نیز در پشت کنسول میانی قرار گرفته‌اند و آسایش بیشتری را در سفرهای طولانی فراهم می‌کنند. صندوق عقب نیسان قشقایی فضای مناسبی برای یک کراس‌اوور کامپکت در اختیار می‌گذارد و برای استفاده روزمره و سفرهای خانوادگی کاملا کاربردی است. دهانه بزرگ صندوق و ارتفاع مناسب بارگیری جابجایی وسایل را آسان‌تر می‌کند. همچنین با خواباندن صندلی‌های ردیف دوم فضای بار افزایش پیدا می‌کند و امکان حمل وسایل حجیم‌تر نیز فراهم می‌شود. بررسی مشخصات فنی نیسان قشقایی. نیسان قشقایی وارداتی بازار ایران به پیشرانه 2 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی MR20 مجهز شده است. این موتور 149 اسب بخار قدرت و 194 نیوتن متر گشتاور تولید می کند و تمرکز اصلی آن بر دوام، استهلاک پایین، مصرف سوخت مناسب و رانندگی روان است. عملکرد این پیشرانه نرم و قابل پیش بینی بوده و برای استفاده روزمره، رانندگی شهری و سفرهای خانوادگی کاملا مناسب است. نیروی موتور از طریق گیربکس اتوماتیک CVT اکسترونیک به چرخهای جلو منتقل می شود. این گیربکس با شبیه سازی دنده های مجازی حس طبیعی تری از تعویض دنده ایجاد می کند و در رانندگی روزمره عملکردی نرم و روان دارد. هماهنگی مناسب موتور و گیربکس باعث شده قشقایی سواری آرام، کم استهلاک و کم مصرفی را ارائه دهد. مصرف سوخت ترکیبی نیسان قشقایی حدود 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر است. البته این میزان بسته به شرایط رانندگی، ترافیک، کیفیت سوخت و سبک رانندگی میتواند اندکی متفاوت باشد. اما در مجموع برای یک کراس‌اوور مجهز به موتور 2 لیتری مصرف اقتصادی و مناسب محسوب می شود. شتاب 0 تا 100 نیسان قشقایی حدود 11 ثانیه است. هرچند این خودرو برای رانندگی اسپورت طراحی نشده، اما در رانندگی روزمره، مسیرهای شهری و سبقتگیری‌های معمول جاده‌ای عملکرد قابل قبولی دارد. شخصیت فنی قشقایی بیش از هر چیز
بر نرمی حرکت، راحتی سرنشینان و مصرف سوخت مناسب تمرکز دارد. در محور جلو، قشقایی از سیستم تعلیق مستقل مکفرسون استفاده می کند. این سیستم تعادل مناسب میان راحتی سواری و فرمانپذیری ایجاد کرده و ناهمواری‌های مسیر را به خوبی جذب می کند. در محور عقب، نیسان قشقایی وارداتی از سیستم تعلیق مستقل چند اتصالی مولتی لینک بهره می برد. این سیستم تعلیق باعث افزایش پایداری خودرو در پیچ‌ها، جذب بهتر ناهمواری‌های جاده و بهبود کیفیت سواری می شود. همچنین کنترل خودرو را در سرعت‌های بالاتر و مسیرهای پرپیچ و خم بهبود می بخشد و سواری نرمتر و مطمئنتری را برای سرنشینان فراهم می کند. تمامی مشخصات نیسان قشقایی: نوع موتور خطی بنزینی، حجم موتور 2 لیتر، اگه دقیق تر بگم 1997 سی سی، قدرت موتور 149 اسب بخار، گشتاور موتور 194 نیوتن متر، 4 سیلندر 16 سوپاپ، نوع تنفس موتور تنفس طبیعی، مصرف سوخت 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر، شتاب 0 تا 100 11 ثانیه، حداکثر سرعت 186 کیلومتر بر ساعت، گیربکس اتوماتیک CVT اکسترونیک، نوع دیفرانسیل محرک جلو، تعلیق جلو مکفرسون، تعلیق عقب مولتی لینک، نوع فرمان برقی، ابعاد طول 4407 میلیمتر، ابعاد عرض 1837 میلیمتر، ارتفاع 1610 میلیمتر، فاصله بین دو محور 2646 میلیمتر، وزن 1449 کیلوگرم، حجم صندوق 486 لیتر، حجم باک 57 لیتر، تعداد سرنشین 5 نفر، سایز رینگ و لاستیک 215 55 R 18، نوع بدن کراسوور، مقدم محصول آرینا درایو نامی خودرو پارس خودرو، تاریخ تولید 2025 2026، کشور تولید کننده ژاپن، چین، استاندارد آلایندگی یورو 6. گشتاور پلاس، همه چیز درباره دنیای خودرو. امکانات ایمنی و رفاهی نیسان قشقایی. امکانات ایمنی: نیسان قشقایی وارداتی بازار ایران به مجموعه‌ای کامل از تجهیزات ایمنی و سامانه‌های کمک راننده مجهز شده است. این خودرو با بهره‌گیری از 6 کیسه هوا، سیستم ترمز ضد قفل، ترمز کمکی، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی، سیستم کنترل کشش، سیستم کنترل حرکت در سربالایی، ترمز پارک برقی و اوتو هولد، سطح مناسبی از ایمنی فعال و غیر فعال را برای سرنشینان فراهم می‌کند. در بخش سامانه‌های کمک راننده نیز امکاناتی مانند ترمز اضطراری خودکار، هشدار برخورد از جلو، هشدار خروج از خط، سیستم حفظ حرکت بین خطوط، هشدار ترافیک عقب، سیستم پایش نقاط کور، کروز کنترل تطبیقی، دوربین 360 درجه، سیستم پایش فشار باد تایرها، سنسور پارک جلو و عقب، چراغ‌های جلوی LED و چراغ روشنایی روز LED در اختیار راننده قرار دارند. این مجموعه ایمنی رانندگی در مسیرهای شهری و جاده‌ای را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. امکانات رفاهی: در بخش رفاهی، نیسان قشقایی امکانات مناسبی را برای استفاده روزمره و سفرهای خانوادگی ارائه می‌دهد. روکش چرمی صندلی‌ها، فرمان چرمی مجهز به کلیدهای کنترلی، تهویه مطبوع اتوماتیک و دریچه تهویه سرنشینان عقب از جمله تجهیزات این بخش هستند. صفحه آمپر آنالوگ با نمایشگر دیجیتال میانی، سیستم صوتی، ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ای، آینه‌های جانبی برقی با قابلیت تاشوندگی برقی، سانروف برقی و رینگ‌های آلومینیومی 18 اینچی نیز از دیگر امکانات رفاهی نسخه‌های وارداتی نیسان قشقایی به شمار می‌روند و تجربه‌ای راحت و مدرن را برای راننده و سرنشینان فراهم می‌کنند. سیستم‌های حفاظتی و راحتی نیسان قشقایی. امکانات حفاظتی: 6 کیسه هوا، سیستم ترمز ضد قفل، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز، سیستم ترمز کمکی، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی، سیستم کنترل کشش، سیستم کنترل حرکت در سربالایی،
سیستم ترمز اضطراری خودکار، سیستم هشدار برخورد از جلو، سیستم پاشی نقاط کور، سیستم هشدار خروج از خط، سیستم حفظ حرکت بین خطوط، سیستم هشدار ترافیک عقب، کروز کنترل تطبیقی، سیستم فشار باد تایرها، سنسور پارک جلو، سنسور پارک عقب، دوربین 360 درجه، چراغ‌های جلوی LED، چراغ روشنایی روز LED، ترمز پارک برقی و اتوهول. امکانات راحتی: روکش چرمی صندلی‌ها، فرمان چرمی، کلیدهای کنترلی روی فرمان، تهویه مطبوع اتوماتیک، دریچه تهویه سرنشینان عقب، نمایشگر مرکزی لمسی، صفحه آمپر آنالوگ با نمایشگر دیجیتال میانی، سیستم صوتی، ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ای، آینه‌های جانبی برقی، تاشه‌بندی برقی آینه‌های جانبی، سانروف برقی و رینگ‌های آلومینیومی 18 اینچی. مزایا و معایب نیسان قشقایی. مزایا: اول، موتور 2 لیتری تنفس طبیعی. پیشرانه 2 لیتری تنفس طبیعی با ساختار ساده، دوام بالا و هزینه نگهداری مناسب برای استفاده شهری و خانوادگی گزینه قابل اعتماد محسوب می شود و در مقایسه با موتورهای توربو شارژ حساسیت کمتری به کیفیت سوخت دارد. دوم، مجموعه کامل سامانه‌های ایمنی. وجود امکاناتی مانند ترمز اضطراری خودکار، رادار نقطه کور، هشدار خروج از خط، سیستم حفظ حرکت بین خطوط، هشدار ترافیک عقب، کروز کنترل تطبیقی، دوربین 360 درجه و سنسورهای پارک، سطح ایمنی این خودرو را در رانندگی شهری و جاده‌ای افزایش می‌دهد. سوم، کابین با کیفیت و امکانات رفاهی مناسب. روکش چرمی صندلی‌ها، فرمان چرمی، تهویه مطبوع اتوماتیک، دریچه تهویه سرنشینان عقب، سانروف، نمایشگر مرکزی لمسی و ورود بدون کلید، فضای کابین را برای استفاده روزمره و سفرهای خانوادگی راحت و دلپذیر کرده‌اند. چهارم، سواری نرم و پایدار. تنظیم مناسب سیستم تعلیق و شاسی باعث شده قشقایی سواری نرم، فرمانپذیری مطلوب و پایداری مناسبی در مسیرهای شهری و جاده‌ای داشته باشد. پنجم، مصرف سوخت مناسب. مصرف سوخت ترکیبی حدود 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر برای یک کراس‌اوور مجهز به موتور 2 لیتری تنفس طبیعی عدد قابل قبولی محسوب می شود. معایب: اول، نبود سیستم چهارچرخ محرک. نسخه های وارداتی ایران دیفرانسیل جلو هستند و نبود سیستم چهارچرخ محرک ممکن است برای افرادی که به رانندگی در شرایط سخت علاقه دارند یک نقطه ضعف باشد. دوم، خدمات پس از فروش محدود. به دلیل وارداتی بودن خودرو و عرضه توسط شرکت‌های مختلف، شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات آن هنوز به گستردگی برخی برندهای قدیمی بازار نیست. سوم، شتاب نچندان هیجان انگیز. شتاب 0 تا 100 حدود 11 ثانیه برای استفاده روزمره مناسب است، اما برای افرادی که به رانندگی پرشتاب و اسپورت علاقه دارند چندان هیجان انگیز نخواهد بود. چهارم، قیمت نسبتاً بالا. با توجه به وارداتی بودن خودرو و سطح تجهیزات ایمنی، قیمت نیسان قشقایی نسبت به برخی کراس‌اورهای همرده بالاتر است. پنجم، امکانات رفاهی کمتر نسبت به برخی رقبا. در مقایسه با برخی کراس‌اورهای چینی همرده، امکانات رفاهی قشقایی کمتر است و تمرکز اصلی آن بیشتر بر کیفیت ساخت، دوام فنی و ایمنی قرار دارد. جمع‌بندی نهایی نیسان قشقایی. نیسان قشقایی یک کراس‌اور کامپکت خانوادگی است که در نسخه‌های وارداتی بازار ایران با تمرکز بر کیفیت ساخت، ایمنی بالا و سواری راحت عرضه شده است. این خودرو با پیشرانه 2 لیتری تنفس طبیعی MR20 و گیربکس اتوماتیک CVT اکسترونیک، رانندگی نرم، کمتنش و اقتصادی را ارائه می‌دهد. مصرف سوخت ترکیبی حدود 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر نیز نشان می‌دهد که قشقایی بیشتر برای استفاده روزمره، رانندگی شهری و سفرهای خانوادگی طراحی شده است. در بخش ایمنی، قشقایی به مجموعه‌ای کامل از سامانه‌های کمک راننده و تجهیزات ایمنی مجهز شده است. امکاناتی مانند ترمز اضطراری خودکار، هشدار برخورد از جلو، هشدار خروج از خط،
سیستم حفظ حرکت بین خطوط، هشدار ترافیک عقب، سیستم پاهش نقاط کور، کروز کنترل تطبیقی، دوربین دید محیطی 360 درجه، سیستم پاهش فشار باد تایرها، سنسورهای پارک جلو و عقب و 6 کیسه هوا سطح ایمنی مناسبی را برای این کراس‌اوور فراهم می کنند. همچنین سیستم هایی مانند ترمز ضد قفل، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز، ترمز کمکی، کنترل پایداری، کنترل کشش و کنترل حرکت در سربالایی نیز ایمنی فعال خودرو را تکمیل می کنند. کابین قشقایی با روکش چرمی صندلی ها، فرمان چرمی، تهویه مطبوع اتوماتیک، دریچه تهویه سرنشینان عقب، سانروف، نمایشگر مرکزی لمسی، سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمه‌ای، فضایی راحت و مدرن را برای راننده و سرنشینان فراهم می کند. کیفیت ساخت مناسب با یخبندی قابل قبول و تنظیم مناسب سیستم تعلیق نیز باعث شده اند قشقایی سواری نرم، کم صدا و پایداری داشته باشد. در مقابل نسخه های وارداتی قشقایی بازار ایران دیفرانسیل جلو هستند و نبود سیستم چهارچرخ محرک ممکن است برای افرادی که به مسیرهای آفرودی یا شرایط سخت علاقه دارند یک محدودیت محسوب شود. همچنین به دلیل وارداتی بودن خودرو و عرضه توسط چند شرکت مختلف، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات آن هنوز به گستردگی برخی برندهای قدیمی بازار ایران نیست. از طرف دیگر شتاب حدود 11 ثانیه‌ای برای استفاده روزمره مناسب است، اما برای علاقه‌مندان به رانندگی پرشتاب و اسپورت هیجان زیادی ایجاد نمی‌کند. همچنین در مقایسه با برخی کراس‌اورهای چینی هم قیمت، قشقایی امکانات رفاهی کمتری ارائه می‌دهد و تمرکز اصلی آن بیشتر روی کیفیت ساخت، دوام فنی و ایمنی قرار دارد. در مجموع اگر به دنبال یک کراس‌اور خانوادگی با کیفیت ساخت مناسب، ایمنی بالا، سواری راحت، کابین کاربردی و پیشانی کم استهلاک هستید، نیسان قشقایی یکی از گزینه‌های قابل توجه بازار ایران محسوب می‌شود. این خودرو شاید در بخش قدرت موتور و تعداد امکانات رفاهی از بعضی رقبا عقب‌تر باشد، اما با تکیه بر اعتبار برند نیسان، دوام فنی، مصرف سوخت مناسب و سطح بالای ایمنی می تواند انتخابی منطقی برای استفاده روزمره و سفرهای خانوادگی باشد. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیو رو در یوتیوب تماشا میکنید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه از آفرات یا فیلم میبینید، لایک، کامنت و دنبال کردن فراموش نشه. صفحه اینستاگرام ما رو هم فالو داشته باشید. لینک کانال هامون در تلگرام، روبیکا، بله، ایتا و سروش پلاس داخل کپشن قرار گرفتیم. خوشحال میشیم اونجا هم همراهمون باشید. نظرتون درباره این خودرو رو حتما برامون بنویسید. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار. گشتاور پلاس، همه چیز درباره دنیای خودرو.